دنیا چی است؟ پاچه‌ای بری تو دنیا چی است؟ متاع ناچیز 4 روزه، دیگر روز نفست برآمده، هیچ چیزم برات باقی نمانده، هیچ چیزم. بالله قسم، الله دیگم دین در قلب انسان محبوب بسازه، آخرت محبوب بسازه، ارزش آخرت و دین الله در قلب انسان جابجا بکنه. اگر کل پاچه‌ای را کسی برای من اعلان بکنه، اگر برابر 1 ساعت ترجمه خود بدم، 1 ساعت ترجمه چی است دنیا؟ چقدر وفاداری داره الله. در سخت امتحانا ما و شما را قرار میده. اتور دنیا سرت میاد ملاق میزنه که پرسان نکن، موج بحر وار پیسی آرام سرت میاد، الله امتحانت میکنه که تو باش بندیم چقدر پختگی داره، چقدر به تسلیم است، چقدر قطعش علاقه و رابطه داره. هر انسان الله امتحان میکنه، یادتان باشه. لیکن خود گم نکنی، آن چیزی که ضرورتتان است آخرت گم نکنی، یک کمی در یاد از او باشه. این مهم است. علما، ما علم هستم، خب وظیفم برم داده شود، خیلی خوب، حقیقت پنهان کنم از مردم که تو باش یک چند روز سر از جا بچلم، نانم سر از جا باشه. تا که الله برای من دست نداده که کار کنم، زحمت بکشم، محنت بکنم. چقدر مزه میده کدام نانی که به اولی دست به عرق ریزی در دست آدم میاد، چقدر لذت داره. أيا